لابد فکر میکنی آخر سالی میخوام آبگوش آموزش بدم، ولی نه، این یه نارگیلی فوق‌العاده و محشره که باور نمیکنی که چقدر راحت درست میشه. برای درست کردنش سفیده تخم مرغ، پودر شکر، نارگیل و وانیل رو 1 دقیقه خوب با هم مخلوط کنید با همزن دستی. بعدم دوست داشتی اسانس هل و آب لیمو ترش رو اضافه و مخلوط کن. حالا روغن مایی رو که خوب داغش کردیم، اصلا نباید به جوچه ها، تو چند مرحله اضافه کن و سریع همش بزن و بعد این مواد رو 5 دقیقه خوب هم بزن تا یک دست بشن. این نارگیلی فوق‌العاده است. اگه گردوی بازاری رو هم میخواد حتما برام کامنت بذار. اینم غلظت مواد. روی خمیر تارت من پایپ کردم. این خمیر رو آماده داشتم. بعدم روشو با دست خیس این قله ها رو بگیرین و پسته بریزین. یه سینی هم نارگیلی فوق‌العاده و محشر رو زدم. مواد لازم، دمای فر و نکاتش رو حتما توی کپشن ببین. با این دستور مطمئنم دیگه نارگیلیت خراب نمیشه. اگه گفتی چرا شیرینی رو تو این ظرف گذاشتم، بیا تو پیجم کلی آموزش دارم.